سلام زنبانوزان، در درس دویم جانشین ها ما امروز با شما جانشین های صاحبی رو می‌آموزیم، یعنی possessive pronouns رو در زبان انگلیسی که آنها چند نمود میشوند، از یکدیگر چه فرق دارند و جای استفاده آنها کدام است. possessive pronouns در زبان ترکی ترجمه می‌شود همچون جانشین های صاحبی، یعنی ما صاحبیت رو نشون میدیم. در این روز با ما می‌آموزیم که فلان چیز از من است، وای از شما است، دیگرش از آنها است. یعنی ما این را در زبان انگلیسی امروز می‌آموزیم. در درس گذشته در این درس ما با شما آیده جانشین های شخصی گرد زده بودیم، یعنی personal pronouns، و در آنجا ما برای شما فهمیدیم که personal pronouns چند نمود میشن، از هم دیگر چی فرق دارند و آنها رو ما چگونه میتوانیم استفاده بریم. اگر این درس رو شما ندیده باشید پس آن را حتما تماشا کنید، زیرا موضوع اولی جانشین ها در این درس برای شما فهمانیده شده است. possessive pronouns یعنی که جانشین های صاحبی در زبان انگلیسی مثل زبان تاجیکی با کی تعلق داشتن اسم را میفهمونند. یعنی این روچکه من است، وای خانه شماست، این ماشین آنهاست، این عربه من است، یعنی این کامرای من است. همه این چیزهایی که صاحبیت است، یعنی یگان چیز از یگان کس هست، همه آنها را جانشین های صاحبی یا اینکه possessive pronouns در زبان انگلیسی میفهموند. و possessive pronouns دو نمود میشوند. یکم واریانت آنها اینها هستند، یعنی ما در اول داریم I، یعنی من، you شما، he she it، وای دختر، وای پسر، وای اشیا یعنی که حیوان، وی ما و they آنها. و در زبانی و در جانشین های صاحبی I عوض می شود با my، یعنی I این من است و my از من. You عوض می شود با your، یعنی your از شما یا اینکه از تو. He با his عوض می شود، یعنی his از وای پسر، her از وای دختر، its از وای حیوان، از وای اشیا، our از ما و their از آنها، یعنی از شخصان سیومی شکل جمع. مثال ها مثلا this is my book، این کتابی من است، یعنی که it is not her bag، این کتابی وای نیست. that is your pen، این اسکوارات که شما است. this is our garden، این باغ ما است. یعنی چگونه که گفتیم my your his he، همه آنها ترجمه میشوند از آن من، از آن شما، از آن آنها. و نمود دوم جانشین ها اینها هستند که my عوض میشود با mine، your عوض میشود با yours، his همون کلمه است یعنی his، her عوض میشود با hers، its مثل قبلی میستد its میشود، our عوض میشود با ours و their عوض میشود با theirs. یعنی در شکل دومی کلمه ها بعضی از آنها عوض میشود و بعضی از آنها عوض نمیشوند و در معنا آنها یگان فرقیت ندارند. یعنی ماینم از آن من است، yours از آن شما است و yourم از آن شما است. his از آن من، از آن آنها، یعنی که its از آن وای، از آن وای است، یعنی که ours و our هر دوشان از آن من است، یعنی که their و theirs هر دوشان از آن آنها است. یعنی در معنا آنها تماما عوض نمیشوند، همون کلمه هستند. گونه فرقی که آنها از هم دیگر دارند این است که نمود یکمی آنها پیش از اسم میاد، یعنی یا اول جانشین میاد و بعداً اسم، و نمود دومی آنها یعنی بعد از جانشین، بعد از اسم میاد. مثلا چخیلی که ما گفتیم this is my book، یعنی این جانشین نمودی اول است، this is my book. و در اینجا اگر با واریانت دوم استفاده بریم this book is mine، یعنی mine بعد از اسم اومده است. اسم در اینجا کتاب است، یعنی این کتابی من است، این کتاب از من است. یا اینکه دیگر it is not her bag، این سمکه وای نیست. this bag is not hers. یا اینکه that is your pen، و در واریانت دوم that pen is yours. باز هم this is our garden، این باغ ماست، این باغ از ماست.
It's not theirs. It's not theirs. این از آنها نیست. یعنی چگونه که شما فهمیده دوستان وریانت یکمی جانشین های صاحبی از وریانت دومی جانشین صاحبی در معنی تماما فرق نمیکند. تنها یگانه راهی که آنها فرق میکنند این است که وریانت یکمی آنها پیش از اسم میاد و وریانت دومی آنها بعد از اسم میاد. و باز هم در زبان انگلیسی هست جانشینی possessive s میگن، یعنی apostrophe s است که ما اون رو این حال برای شما میفهمونیم و میآموزیم. و possessive s این نشانه با کی تعلق داشتن اشیا یا اینکه شخص رو میفهموند. یعنی در دل خواه جایی که اگر apostrophe s در آخر جمله آمد، حالا که ما میدونیم که اسم بعدی نه تعلق دارد با اسم اول یعنی که جانشینی اول. مثلا My father's brother is my uncle. My father's brother is my uncle. یعنی از اینجا ما می‌بینیم که apostrophe s است و برادر یعنی اسم بعدی نه تعلق دارد با جانشینی اول. یعنی کلمه‌ای که بعد از apostrophe s میاد و اشیایی که مال شخصی اول است، یعنی کلمه پیشینه او است. مثال دیگر Salim's car is very fast. ماشینی سلیم خیلی تیزدو است. Teacher's book is new. یعنی کتابی معلم بسیار نو است. یعنی که باز هم مثال دیگر Madina's father is already here. پدری مدینه الان در اینجاست و اومده است. Madina's father یعنی پدری مدینه. Madina's father is already here. یعنی وای الان در اینجاست اومده است. و در همه جا دوستان احتیاط کنید، در همه جا apostrophe s نشانه صاحبیت نیست. یعنی در جمله هایی که شما در اینجا میبینید he is not married یعنی وای اولادار نیست، یعنی که she is very clever وای بسیار با عقل است، یعنی که it's my dog این سگی من است. در اینجا ها نوابسته از آنی که apostrophe s هست آنها نشانه صاحبیت را نمیفهمند و در این حالت این apostrophe s این تنها is است، یعنی شکل کوتاهی کلمه is است، یعنی هست. his با apostrophe s این he is است، یعنی وای هست. he is not married یعنی وای نیست اویلادور. tak she is است، یعنی وای زن هست. وای زن هست بسیار با عقل. it's برابر است با it is یعنی وای خیلی it's my dog این سگی من است. و فرقی his یعنی کلمه is رو از apostrophe s ما در آن حالت فرق میکنیم که وقتی که apostrophe s آمد بعد از آن حتما باید اسم باید. یعنی ما چخیلی که گفتیم در اینجا نشانه با کی تعلق داشتن اشیا یا اینکه شخص رو یعنی اسم رو میفهموند. و در جمله های زیرین he is not married یعنی بعد از apostrophe s یگان اسم نیست. so he is not why نیست. یعنی که she is very اسم نیست. یعنی که she is my هم اسم نیست. اگر بعد از apostrophe s اسم آید در آن حالت این جانشین است، یعنی جانشین صاحبی رو میفهمد. و اگر بعد از آن دیگر کلمه آید یعنی شما الان که میفهمید که این تنها کلمه شکل کوتاه کلمه ایز است. و باز یک حالت دیگر رو دوستان هست حالت هایی که ما apostrophe s رو با مانند این می نویسیم apostrophe s یعنی اول apostrophe میاد بعد s و هستند حالت هایی که apostrophe بعد از s گذاشته میشود. یعنی اینا چگونه میفهمیم؟ یعنی در این حالت این شکل جمع است. اگر جمله ها یعنی که همون شخص ها در شکل جمع باشند در این حالت ما apostrophe s رو چپا می نویسیم، یعنی apostrophe بعد از s می آید. مثلا children's ball is lost. to be کودکان گم شد. to be کودکان گم شد. یعنی که people's rights were abolished. حقوق مردم زیر پا کرده شد. یعنی که students ambassador retired. سفیر دانشجویان از کار باز کرد، یعنی کارو باز کرد. سفیر دانشجویان کارو باز کرد. students ambassador retired
یعنی students در اینجا شکل جمع است و apostrophe رو ما بعد از کلمه اس میمونیم. تا یک بار دیگر دوستان یعنی apostrophe s این نشانه با کی و با چی تعلق داشتن اشیا یعنی که شخص رو میفهمند، یعنی با کی تعلق داشتن اسم رو میفهمند. در کلمه های تنها ما apostrophe s رو استفاده میبریم با مثل اولا. در شکل جمع ما apostrophe رو چپ استفاده میبریم یعنی apostrophe بعد از اس میاد و در همه حالت apostrophe s این جانشین است بلکه وای میتواند با شکل کوتاهی اسم باشد و وقتی که بعد از apostrophe s اسم نیست این وقتی میتواند که شکل کوتاهی اسم باشد. اما دوستان درس کوتاه آیده جانشین های صاحبی و apostrophe s در زبان انگلیسی و اگر شما از این درس دوستان اگر چیز گرفتید پس حتما این ویدیو رو لایک کنید و این ویدیو رو برای دوستان خود روان کنید. تا درس دیگر دوستان